درود میفرستم به تمامی ورزشکارا و علاقه‌مندای ورزش و تمام فارسی زبانای داخل و خارج ایران. امروز قراره راجع به این صحبت کنم که چرا سخت‌ترین ورزش جهان بوکس انتخاب شده. نه سخت‌ترین ورزش رزمی ها، سخت‌ترین ورزش کل جهان. یعنی این ورزش حتی از MMA، بسکتبال، بیسبال، فوتبال و خیلی ورزش‌های جهان سخت‌تره. این نظر من نیست، نظر کارشناسی و حرفه‌ایه و امروز قراره دلیل این انتخابو بهتون بگم. اول بذار صحبتی بکنم راجع به این که خیلی‌ها میان میگن نه MMA خیلی سخت‌تر از بوکسه. شما فکر کن یه مسیر خیلی طولانی، مثلا 50 کیلومتر رو شما فقط اجازه داری با راه رفتن بری. خب این خیلی سخته. اما حالا مقایسه کنیم با اون کسی که میتونه علاوه بر راه رفتن روی زمین غلط بزنه، میتونه بدوه، میتونه هر کاری انجام بده، میتونه اصلا ماشین سوار بشه. خب قطعا اونی که فقط داره راه میره از اول تا آخر مسیر کارش سخت‌تره یا فرقی نمیکنه. حتی اونی که میدوه بالاخره یه جا خسته میشه دیگه، ولی اونی که هم داره راه میره، هم داره میدوه، هم اونی که غلط میخوره، همه اینا وقتی که با همه، خب کار شما خیلی راحت تره. وقتی هم که شما فقط چند تا تکنیک داری، یه جب داری، یه کراس داری، یه هوک داری، یه آپرکات داری و با همه اینا باید فقط مسابقه رو هندل کنی، اینجا کارت خیلی سخت داره. اصلا نه فقط تو مبارزه. حالا بریم سراغ تمرینا که چه تمرینایی بوکسورا باید داشته باشن که MMA کارا و خیلی از ورزشکارای دیگه هم ممکنه همین تمریناتو داشته باشن اما به شدت یه بوکسور نیست. بوکسور حرفه‌ای مثل مایک تایسون یا مثل هر بوکسور دیگه ای اصلا، میخواد فلوید میودر باشه، میخواد هر کس دیگه ای باشه، شما وقتی تمرینای اینا رو نگاه کنید اون وسط هیچ کار کردنی، هیچ استراحتی، چیز عجیب و غریبی نیست. فقط اینا توی زندگیشون یه دونه تمرین میکنن، یه دونه میخورن و میخوابن. همینه، کل زندگیشون همینه. یعنی شما هیچ وقت نمیبینی که یه بوکسور مثلا بره چه میدونم وقتشو با چیزای دیگه بگذرونه، چون لازمشه. اون آدم اگر یک روز تمرین نکنه ممکنه زحماتش به فنا بره. حالا این خیلی راجع به بوکسورای حال حاضر صدق نمیکنه، چون الان به خاطر پول خیلی زیادی که داخل بوکس اومده و خیلی دلایل دیگه بوکس رو به اون حالتی که قبلا تمرین میکردن تمرین نمیکنن، چون قبلا مجبور بودن تو طول سال چیزی حدود مثلا 7 تا 8 تا 10 تا حتی بیشتر مسابقه بدن. مثلا شما الان رکورد جو گانز یکی از بهترین سبک وزنای تاریخ هستش داخل بوکس. شما وقتی رکورد اون آدمو نگاه میکنی میبینی 170 تا مبارزه ثبت شده داشت. خیلی حرفه ها. و اون زمان چون خیلی قدیم بوده خودش گفته که من بالای 300 تا مبارزه حرفه‌ای دارم، اما خب این تعداد ازش ثبت شده و ما هم همونو میگیم. حتی همون 170 تا مبارزه‌ای که ازش ثبت شده و فیلم برداری شده و اینجور چیزا، همون 170 تا مبارزه چیزی حدود 3 برابر مبارزات تایسون، محمد علی. مخصوصا الان که مثلا طرف نزدیک 10 تا فایت داده براش تایتل شات میذارن و میتونه با قهرمان وزن خودش فایت کنه. قبلا همچین چیزی نبود. قبلا خیلی سخت‌تر تایتل شات میدادن و ما بحثمون هم بیشتر همونه، وگرنه الان باشه که بوکسورها تا حدود زیادی تنبل شدن و اصلا دیگه با قبل نمیشه مقایسهشون کرد. حالا برسیم به بخشی که چرا من دارم میگم یه بوکسور خیلی باید بیشتر از بقیه تمرین کنه و ورزش فوق‌العاده سخت‌تری داره. اولیش اینه که بوکسور باید قدرت ذهنی و تمرکز فوق‌العاده بالایی داشته باشه، در حد اساتید شاولین. فوق‌العاده تمرکز بالا میخوان، قدرت ذهنی بالا. حالا شاید بپرسی مثلا قدرت ذهنی اصلا یعنی چی؟ مثلا با ذهن با مغزش که نمیخواد مشت بزنه. بعد اینجا بگم که نه، یه سری‌ها قبول دارن، احتمالاً این جمله رو شنیده باشی، میگن یه بوکسوری مثل محمد علی مثال خوبیه. میگن محمد علی قبل از این که بیاد داخل رینگ مسابقه رو برده بود. از همین
همینجا به همه دوربینا اعلام میکنم، به تو نماینده تلویزیون و تو نماینده رادیو و حتی تویی که اونجا وایستادی، به کل دنیا میگم اگه سانی لیسون منو بزنه توی رینگ پاهاشو میبوسم، زانو زده از رینگ میرم بیرون، بهش میگم تو بهترینی و با اولین جت از کشور میرم. میخوای همین الان شروع کنیم؟ همین الان میترکونمت. من از هیچ کس نمیترسم، من خیلی سختم، برای زدنم یادم حسابی لازمه. منو ببین پر از اعتماد به نفسم، نمیشه منو زد. 180 تا مبارزه آماتور داشتم، 22 تا حرفه‌ای، ولی صورتم به هم نریخته چون من ضربه نمیخورم. میدونین یعنی چی؟ یعنی این که اون آدم قدرت ذهنی برنده شدن رو داشت. یعنی این آدم از نظر ذهنی کاملا آماده بود که با اون آدم، حالا میخواد مثلا سانی لیستون باشه، میخواد هر کسی باشه، قدرت ذهنی اینو داشت که با اون آدم فایت کنه و برنده بود. نمونش مسابقهش با جورج فورمن، نه قدرتی اندازه اون داشت نه چیزی. خیلی ها قبول داشتن که فورمن میزنه میکشه محمد علی رو، اما خب داستان فرق میکرد. قدرت ذهنی دقیقاً چیزیه که من راجبش صحبت میکنم و اگر قدرت ذهنی نباشه بوکسور قطعاً داخل رینگ میبازه. تمرکز هم یه چیزیه که فوق العاده مهمه. تمرکز، میدونی خیلی ها فکر میکنن شما وقتی داخل رینگ میری فقط داری همینجوری الکی مشت میندازی، همینجوری واسه خودت میخوای مثلا بزنی حریفو بکشی، اصلا هیچ فکری نمی کنی و بوکس مال حیواناست. و ببخشید البته مردم اینجوری فکر میکنن، اما داستان خیلی فرق میکنه. دیویس با پسروی حریفش رو به حمله تشویق میکنه. اینجا میسته، خم میشه و گاردش رو برای فریب حریف باز میذاره. این موقعیت سانچز رو تشویق میکنه که جب بزنه، اما همزمان با ضربه سانچز دیویس بالا میاد و از شکاف گارد حریف سانچز رو کیش و مات میکنه. شما باید تمرکز به شدت بالایی داشته باشی داخل رینگ. اگر تمرکز نداشته باشی قطعاً بازنده ای. تمرکز نداشته باشی نمیتونی دقیقاً ضربه درست توی موقعیت درست اجرا کنی. تمرکز نداشته باشی دیدت وسیع نمیشه، دید خیلی کمی داری، مثلا فقط جلو تو میتونی نگاه کنی. اگر تمرکز نداشته باشی این اتفاق نمیفته. اگر ترس تو وجودت باشه این اتفاق نمیفته. If you're calm and relaxed enough, you can watch and you can see everything and you can watch every twitch of his muscle. But you have the confidence and the relaxation. و تمرکز هم یه چیزیه که شاید خیلی از ورزشکارا به اندازه بوکس نیازش نداشته باشن. البته که بگم هر ورزشی نیاز داره به تمرکز و قدرت ذهنی بالا، اما داخل بوکس خیلی بیشتر نیازه. مورد بعدی استقامت قلبی عروقی فوق العاده بالا. شما ممکنه مثلا تمرینای یکی این جوانتا دیویس رو دیده باشی، رایان گارسیا، هر کسی، اینا بیشتر تمریناتشون به یه دونده میخوره تا بوکسور. میدونی این داستانش چیه؟ این بوکسورای حرفه‌ای باید استقامت خیلی بالایی داشته باشن، باید نفس خیلی بالایی داشته باشن، باید بتونن توی رینگ جلوی مشتای حریف به زانو در نیان، باید 12 راند مبارزه کنن و با استقامت پایین همچین چیزی ممکن نیست. این آدمو باید علاوه بر بدنشون روی نفسشون و سیستم بی‌هوازیشون کار کنن که فوق العاده چیز سختیه. دوهای سرعت دارن و خیلی چیزهای دیگه که حالا شما باید تمریناتشون رو نگاه کنید و خودتون متوجه بشید. یک نمونهش همون جوانتا دیویس بود که گفته بودم. حالا شاید پیش خودت بگی مثلا استقامت قلبی عروقی و اینا مثلا داخل MMA هم هست، داخل کیک بوکس هم هست، اما نه، همچین چیزی نیست. تو MMA مثلا از شما انرژی نمیبره و کشتی هم همینطور. شما مثلا یه بخشی از چیزت کشتیه، ولی توی بوکس مثلا شما کلینچ میکنی، نهایتا 5 ثانیه 6 ثانیه تو کلینچ باشی، داور شما رو جدا میکنه. از اون طرف هم مثلا توی همون کلینچ مثلا شاید بتونی نفس بگیری، ولی بقیهش به جز اون 5-6 ثانیه که حالا شما کلینچ کنی که اونم داور ممکنه عصبانی بشه از دست داورا، ممکنه مثلا نمره خیلی خوبی ندن به اون کسی که زیاد کلینچ داره میکنه. شما باید یا فرار کنی یا مبارزه کنی. فرارم تا یه وقتیه، چون شما بازنده اعلام میشی اگر که مشت حریف بیشتر به صورتت بشینه و همش در حال فرار باشی. یه چیز دیگه ای که ورزشکارایی که بوکس کار میکنن باش دست و پنجه نرم میکنن و برای MMA و کیک بوکس خیلی این
صدق نمیکنه آسیباست. The worst in terms of actual life-changing injuries is standard boxing. Because in MMA, if you get wobbled or you get hurt, you usually get taken down, wrestled, and hit a few times. Or even if you take a kick to the head, you're usually out. But in boxing, if you're a well-trained boxer and you're very, very good, you can instinctually survive a long time even after you're basically concussed. آسیبایی که داخل بوکس هست تو هیچ ورزشی نیست. شاید مثلا پیش خودت بگی یک نفر به تو مشت بزنه، اینقدر اون مشت وحشتناک باشه که تو بیفتی رو زمین از شدت سرگیجگی و خیلی چیزهای دیگه، شما مجبور باشی بیفتی زمین و دوباره باید بلند بشی. فقط 10 ثانیه وقت داری که بلند بشی، دوباره بلند میشی و دوباره مبارزه میکنی. این به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستش که شما داخل خاک ضربه بخورید. داخل خاک ضربه خوردن اونقدر وحشتناک نیستش که سر پا ایستاده مبارزه کردن خطرناکه. و توی بوکس 90% ضربات به سر و صورت خورده میشه و این خیلی بده. آسیبایی که داخل بوکس هست اصلا با ورزشی مثل MMA قابل مقایسه نیستش. و یه چیز دیگه هم که باید بگم و خیلی ها حواسشون به این موضوع نمیشه، آمار مرگ و میر داخل بوکس خیلی بیشتر از MMA. The night before the fight with him, I dreamed in my sleep that I knocked him out and he died in the ring. And I got up that morning and I told the commission that I wasn't going to fight. And they said, why? And I told them what I had dreamed, Aldo. They said, already no, that's just a dream. And they called حالا نه MMA، هر ورزش دیگه ای داخل MMA هم آمار مرگ و میر خیلی کم نیستش، اما خب داخل بوکس یکی از بیشترین آمارهای مرگ و میر هست. فکر میکنم حتی بیشترین باشه، دقیقا این موضوع رو نمیدونم. و مبارزه داخل بوکس اگر حرفه‌ای باشی شما تا 36 دقیقه طول میکشه، یعنی 12 راند 3 دقیقه‌ای. داخل MMA ولی خب از 15 تا 25 دقیقه است این مبارزه. داخل کیک بوکسینگ که اصلا 9 تا 15 دقیقه است، خیلی شدید نیستش. راههای دفاعی کمتری داری داخل بوکس و بیشتر ضربات بهت میخوره. ولی خب داخل MMA و کیک بوکس و اینا از فاصله دور شما داری مبارزه میکنی. و یه چیزی هم بگم، بوکس ممکنه از نظر تکنیکی تنوع خیلی زیادی مثل MMA نداشته باشه، یعنی اونقدر پیچیده نباشه، ولی تمرکز شدیدی که روی یه مهارت فقط استفاده هم مشتات باید داشته باشی. سطح تکنیک و استقامت تو ذهنیش خیلی باید بالا باشه که بتونی توی این مورد دووم بیاری. وقتی که شما دستت خیلی بازتره خب قطعا اونقدر سخت نیست برات. این همون مثالی که اول ویدیو برات زدم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. خیلی خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنید. زنگوله‌رم خیلی لازم نیست فشار بدین چون ممکنه مزاحمت برای شما ایجاد کنه. زنگوله رو اصلا نمیخواد فشار بدی دوست عزیز من، همون فقط سابسکرایب کن که ما رو داشته باشی. خیلی ممنونم ازت که تا اینجا نگاه کردی. حتما نظرتو داخل کامنت ها برام بنویس. فعلا